بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله گفتن پیغمبر راجع به فاطمه، این جمله سرنوشت سازه، یعنی خیلی از مطالب صدر اسلام را ما میتونیم با این جمله مشکلش رو حل کنیم. و اون جمله این بود که شیعه و سنی هم نقل کردن، حتی در صحیح بخاری اهل سنت هم این حدیث ذکر شده که ان الله یغضب لغضب فاطمه، هر کجا فاطمه غضب کند خدا غضب کرده، یا من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. این هم تعبیر دیگری هست. پیغمبر فرمودند که فاطمه را آزار بده منو آزار داده و هر که مرا آزار بده خدا را آزار داده. ما یه میزان و یک ملاک اینجا به دست میاریم که خدا از کی راضی است و از کی راضی نیست. این میزانه، میزانش رضا و غضب فاطمه است. هر کجا که رضایت فاطمه تأمینه خدا هم راضیه، هر کجا تأمین نیست خدا هم راضی نیست. خب این یه میزان کلی که اینه بدونیم اگر خواستیم رضای خدا رو به دست بیاریم مراجعه میکنیم به فاطمه زهرا که ببینیم ایشون راضی ان یا نیستن. پس میزان که به دستمون اومد میتونیم بگیم رضا و غضب فاطمه در مسئله ولایت و خلافت اثر مستقیم داره. خب چطور میشه یه دختر جوان، اونم دختر پیغمبر با اون امتیازات، این 18 سالگی یه از دنیا بره؟ این یه علتی داره، دلیلی داره. اینو باید بررسی کرد تو تاریخ ببینیم که چرا فاطمه زهرا حاضر به بیعت نشدن. ببینیم فاطمه زهرا از چی حمایت کردن. اگر از علی حمایت کردن حق رو به علی میده، اگر از دیگران حمایت کردن حق رو به اونها میده. و میبینیم اصلا تمام مشکلاتی که برای فاطمه زهرا پیش اومده به خاطر دفاع از امیرالمومنین بوده، اصلا اصل مطلب اونجا بوده. پس بنابراین پیغمبر که رضا و غضب فاطمه رو میزان قرار دادن، در کتاب بخاری هست که اهل سنت هم نقل میکنن که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن و هی علیهما ساخطه، یعنی ناراضی بودن از اون دوتا و از دنیا رفتن، یا واجده، یعنی به هیچ وجهی فاطمه زهرا بعد از پیغمبر از اینا راضی نبوده. خب میزان وقتی رضا و غضب فاطمه باشه، این یکی از دلایل حقانیت امیرالمومنینه که همسرشون مظلوم واقع شدن، فاطمه زهرا دفاع کردن. خب امیرالمومنین چه ادعایی داشتن که فاطمه زهرا ازشون دفاع کردن؟ هیچ ادعایی جز خلافت و امامت نبود. سر مسئله خلافت درگیری به وجود اومد و فاطمه زهرا حمایت از حضرت علی کردن. پس میتونیم بگیم که با این میزان و ملاکی که پیغمبر دست ما دادن، ما در جناحی و در دار و دسته ای شرکت میکنیم که فاطمه در اون دار و دسته وجود داره. حالا فاطمه زهرا تو کدوم دار و دسته بود؟ این یک حجت، یک دلیل بسیار قاطع و برنده است برای حقانیت امیرالمومنین.